باید بدونیم که این برج در نزدیکی فرودگاه مهرآباده و خب توی متن خود مسابقه هم بوده که ارتفاع نمیتونسته از 45 متر بلندتر باشه، اما باید یه جورایی عظمت و بزرگی خودش هم به نمایش میذاشته. راه حل معمار برای این قضیه این بوده که میاد ارتفاع سنگ‌ها رو از پایین به بالا کم میکنه. یعنی که ارتفاع سنگ‌های پایه‌ای برج یه چیزی حدود 166 سانته و هرچی ما به سمت بالا میریم اون سنگ‌های آخری حدوداً 30 تا 50 سانت میشن. این باعث میشه که چشم ما و نگاه اون به بالا کشیده بشه و در عین حال ارتفاع برج هم بلندتر به نظر بیاد.